در نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان یک طفل نوزاد را از تولدخانه این نویه دزدیدند. منبع این خبر رادیوی آزادی از قبل یک کارمند شعبه کارهای داخلی نویه جامی خبر داد که این حادثه برای تاجیکستان کم نظیر شام 23 سپتامبر سال 2022 رخ داده است و مقامات در پی تحقیق حادثه میباشند. والدان کودک ساکنان دهه گلستان جماعت دهات دوستی نویه بوده. این نخستین طفل آنهاست. به گفته کارمندان شعبه کارهای داخلی، پدر کودک در مهاجرت مهنتی قرار داشت. مادر کودک که زایمان سختی را پشت سر کرده است تا حال در شعبه ریانیماسیون است و هر روز از ربوده شدن پسرش خبر ندارد. به اطلاع کارمندان ملیسا حادثه زمان رخ داده است که مادر کودک را بعد از جراحی به شعبه ایای تولدخانه انتقال دادند. منبع دیگر رادیوی آزادی با تصدیق این خبر گفته است که همان روزی که این طفل تولد شد در این تولدخانه 16 کودک دیگر نیز به دنیا آمده بود، ولی معلوم نیست که چرا محض همین کودک ربوده شده است. دزدیدن طفل نوزاد در تاجیکستان حادثه خیلی کم نظیر است. ماده 130 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای آدم ربایی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. در پایان سال 2021 مقامات تاجیکستان از پی هم آشکار شدن یک بار 2 حالت کودک دزدی خبر داده بودند.